ادعای ترامپ درباره کردها و معترضان ایران. کردها ما را ناامید کردند. در پاسخ به این اظهارات باید با صراحت تأکید کرد که اصولاً کردها دارای یک کشور و حاکمیت واحد نیستند که بتوان آنها را به عنوان یک موجودیت یک پارچه سیاسی مورد قضاوت یا محکومیت قرار داد. هر زمان که از کردها سخن گفته می شود، ضروری است که 4 بخش مجزا در 4 کشور متفاوت، ایران، عراق، ترکیه و سوریه در نظر گرفته شود. جوامعی که به دلیل مرزبندی‌های تحمیلی تاریخی از داشتن یک دولت و حاکمیت مستقل محروم مانده‌اند و همین مسئله ساختار اجتماعی و سیاسی کردستان را به یکی از پیچیده‌ترین نمونه‌ها در منطقه تبدیل کرده است. در شرایط کنونی تنها بخش محدودی از این جغرافیا، یعنی اقلیم کردستان عراق، دارای نوعی حاکمیت نیمه مستقل است. حاکمیتی که نه بر پایه یک انتخاب آزاد و سراسری مردمی، بلکه در چارچوب توازن قوا، مداخلات خارجی و قدرتگیری جریان‌های محدود و عمدتاً خانوادگی شکل گرفته است. این در حالی است که مردم کردستان به ویژه در همین منطقه دارای پیشینه‌ای از مبارزه، فداکاری و آرمانخواهی عمیق هستند و برای دستیابی به حقوق خود هزینه‌های سنگینی پرداخت کردند. با این حال ساختار فعلی قدرت که به صورت 2 قطب مجزا در سلیمانیه و هولیر یعنی اربیل عمل می کند، نه تنها بازتاب دهنده اراده یک پارچه مردم نیست، بلکه در بسیاری موارد تصمیم گیری های آن در چارچوب معاملات و توافقات پشت پرده‌ای انجام می شود که شفافیتی درباره آن وجود ندارد. در چنین شرایطی این پرسش اساسی مطرح است که چگونه میتوان این ساختار محدود را نماینده کل کردها در منطقه تلقی کرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که ایالات متحده همان قدرتی است که در مقاطع مختلف این نیروها را مسلح کرده و به آنها ابزار نظامی داده است و طبیعتاً توانایی بازپسگیری یا کنترل این ابزارها را نیز دارد. بنابراین طرح این گونه ادعاها نباید به گونه‌ای پیش برود که هزینه‌های سیاسی و تبلیغاتی آن بر دوش مردم کردستان گذاشته شود یا نام آنها در این میان مخدوش گردد. در همین چارچوب می توان این مواضع را تلاشی برای بازتعریف و بازسازی روایت سیاست‌های گذشته آمریکا در قبال کردها دانست. روایتی که می کوشد ناکامی‌ها یا تناقض‌ها را به عوامل دیگر نسبت دهد. همزمان این نوع بیان می تواند در راستای تنظیم مناسبات با دولت ترکیه و جریان‌های حاکم آن، از جمله حزب AKP و شخص اردوغان نیز قابل تحلیل باشد. نیروهایی که به طور سنتی نسبت به هر گونه تقویت جایگاه کردها حساسیت داشته و از چنین مواضعی استقبال می کنند. در ادامه باید به این نکته اساسی نیز اشاره کرد که اگر واقعاً قرار بود هر گونه حمایت عملی از جمله ارسال سلاح یا امکانات به مردم ایران یا به ویژه کردستان ایران صورت گیرد، این روند ناگزیر میبایست از طریق جریانها، احزاب و نیروهای سیاسی مرتبط با داخل ایران انجام میشد، نه از مسیر نیروها و ساختارهایی که هیچ ارتباط واقعی و مستقیمی با جامعه ایران و مطالبات آن ندارند و حتی در بسیاری موارد نماینده منافع مردم اقلیم کردستان نیز نیستند. مسئله مهمتر آن است که اساساً این پرسش مطرح می شود: سلاحی که قرار بود به دست معترضان برسد، در غیاب هر گونه سازماندهی، برنامه‌ریزی و استراتژی سیاسی چگونه می توانست به نتیجه این مشخص و مؤثر منجر شود؟ تجربه‌های تاریخی و واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که هر گونه اقدام بدون سازماندهی نه تنها به دستاوردی نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند هزینه‌های انسانی و اجتماعی سنگینی را به جامعه تحمیل کند. از سوی دیگر، اگر ادعای حمایت واقعی از مردم معترض ایران به ویژه در کردستان مطرح است، یکی از ابتدایی ترین اقدامات می توانست این باشد که مسیر فعالیت و ارتباط احزاب و جریان‌های سیاسی کردستان ایران تسهیل و باز شود
در حالی که در عمل نوعی انسداد و محدودیت از سوی ساختارهای حاکم در اقلیم کردستان بر سر راه نیروهای آزادیخواه کردستان ایران وجود دارد. مانعی که اگر برداشته میشد میتوانست تأثیر واقعی تری بر روند تحولات داشته باشد. در همین چارچوب تناقض دیگری نیز خود را نشان می‌دهد. اگر سخن از قدرت، فناوری و توانایی‌های ابرقدرت هاست، چگونه ممکن است که یکی از ابتدایی‌ترین ابزارهای ارتباطی و اطلاع رسانی، یعنی اینترنت، برای ماه‌ها از دسترس مردم ایران خارج شود و در عین حال هیچ اقدام مؤثر و ملموسی برای رفع این محدودیت صورت نگیرد؟ آیا این قدرت‌ها از نظر فنی ناتوانند یا اینکه مسئله در جای دیگری نهفته است؟ در نهایت باید تأکید کرد که نیروی اصلی تغییر در ایران خود مردم هستند. مردمی که در شرایطی قرار گرفتند که آمادگی و ظرفیت لازم برای تغییرات بنیادین را دارند. با این حال برای دولت‌های سرمایه‌داری جهانی صرف سرنگونی یک رژیم مسئله اصلی نیست، بلکه چگونگی مدیریت این تغییرات در راستای تأمین منافع خودشان اهمیت دارد. در این حال باید بر این واقعیت تأکید کرد که آمادگی مردم برای سرنگونی این رژیم یک ادعای ماجراجویانه یا اغراق‌آمیز نیست، بلکه بازتاب شرایط عینی و غیر قابل تحملی است که بر جامعه حاکم شده است. جامعه‌ای که در آن سطح تحمل فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به مرزهای نهایی خود رسیده و ادامه این وضعیت برای بخش بزرگی از مردم عملاً ناممکن شده است. در چنین شرایطی سلب گسترده آزادی‌ها، گرانی افسار گسیخته، در چنین شرایطی سلب گسترده آزادی‌ها، گرانی افسار گسیخته، گسترش فقر، نبود امکانات اولیه زندگی و محرومیت از حقوق انسانی تصویری از کشوری را شکل داده که به جای رفاه، آسایش و کرامت انسانی با درد، رنج و نوعی اسارت ساختاری مواجه است. این وضعیت نه یک بحران مقطعی، بلکه یک روند فرسایشی عمیق است که زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که ایران با برخورداری از منابع طبیعی گسترده، ظرفیت‌های اقتصادی بالا و نیروی انسانی آگاه، متخصص و توانمند بالقوه می‌تواند به کشوری پیشرفته و برخوردار از سطح بالای رفاه اجتماعی تبدیل شود. اما تحقق این ظرفیت‌ها در گروه تحولی بنیادین در ساختار سیاسی و عبور از نظامی است که به عنوان یک ساختار فاسد، ناکارآمد و غیر پاسخگو عمل کرده است. از سوی دیگر، اگرچه جمهوری اسلامی در مقایسه با گذشته بخشی از توان و انسجام پیشین خود را از دست داده و در موقعیتی شکننده قرار گرفته است، اما همزمان تحولات منطقه‌ای و شرایط جنگی به آن امکان داده تا با بازتعریف موقعیت خود در عرصه بین‌المللی تصویری متفاوت از قدرت ارائه دهد. تصویری که در بسیاری موارد بیش از آن که بازتاب واقعیت باشد، حاصل فضاسازی، شرایط بحرانی و بازنمایی‌های اغراق‌آمیز است. در ادامه باید افزود که جنگ و تنش‌های اخیر بیش از آن که یک تقابل صرف میان دولت‌ها باشد،
به میدانی برای رقابت و بهره برداری قدرت‌های جهانی تبدیل شده است. در این چارچوب، تسلیحاتی که از سوی جمهوری اسلامی به کار گرفته می شود نیز لزوماً حاصل یک توان مستقل نیست، بلکه در بسیاری موارد مبتنی بر خرید، انتقال فناوری و وابستگی به زنجیرهای نظامی قدرت‌های پیشرفته تر است. مسیری که طی دهه‌ها با صرف منابع مالی و اقتصادی کشور دنبال شده است. از سوی دیگر، این واقعیت نیز قابل توجه است که ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد تداوم و بقای خود را در شرایط بحرانی و تنش‌آلود آسان‌تر باز تولید می‌کند تا در یک وضعیت عادی و شفاف. به بیان دیگر، فضای بحران و درگیری به این ساختار امکان می‌دهد ناکارآمدی‌ها و تضادهای درونی خود را پنهان کرده و در همان وضعیت به حیات خود ادامه دهد. در همین بستر، تحولات اخیر موجب شده تا چهره‌ها و نقش‌های پنهان در ساختار قدرت بیش از پیش آشکار شوند و همزمان بازآرایی نیروها و بازیگران درون حاکمیت با سرعت بیشتری صورت گیرد. این جابجایی‌ها نشان می‌دهد که سازوکار قدرت بیش از آن که متکی بر پاسخگویی و شفافیت باشد، بر بازتولید خود از طریق ابزارهای سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی استوار است. باید تأکید کرد که تولید بحران، تخریب و اعمال خشونت در مقایسه با ایجاد ساختارهای پایدار برای آزادی، رفاه و توسعه به مراتب ساده‌تر است. آنچه دشوار است، ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر حقوق انسانی، رفاه عمومی و پاسخگویی واقعی است. امری که نیازمند اراده، شفافیت و مسئولیت پذیری است، نه صرفاً ابزارهای قدرت. در همین راستا تناقض دیگری نیز برجسته می شود. در حالی که دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از ابتدایی ترین حقوق ارتباطی مردم برای دوره‌های طولانی محدود یا قطع می شود و صدای جامعه به بیرون منتقل نمی گردد، همان ابزار در سطح حاکمیت می تواند به عنوان بخشی از سازوکارهای تبلیغاتی و مدیریت جنگ روایت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این وضعیت این پرسش را مطرح می کند که اگر اینترنت آزاد و بدون محدودیت در اختیار مردم قرار می گرفت، چه تأثیری بر سطح آگاهی، سازماندهی و حتی گسترش اعتراضات در جامعه می داشت و آیا روند تحولات می توانست شکل متفاوت و سریعتری به خود بگیرد؟ در این میان باید به این واقعیت نیز پرداخت که ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی با تکیه بر ابزارهای تبلیغاتی، روایت سازی و استفاده از ادبیات بزرگ اما توخالی تلاش می‌کند افکار عمومی را مدیریت کرده با این حال بخش بزرگی از مردم ایران، به ویژه آنهایی که در داخل کشور و تحت فشار مستقیم این شرایط زندگی می کنند، به خوبی این شکاف میان گفتار رسمی و واقعیت عینی را درک کردند. جامعه‌ای که در آن محدودیت‌های گسترده، سلب آزادی‌ها و فشارهای ساختاری فضای شبیه به یک انسداد فراگیر ایجاد کرده و بسیاری از مردم خود را در وضعیتی می‌بینند که چیزی برای از دست دادن ندارند.